90% مردم نمیفهمند دقیقاً قبله کدام طرف است. امروز براتون یاد میتونم که چه رقم میتون قبله نمای گوشیتون فعال بکنین. یک گزینه به طور پیشفرض در گوشی های سامسونگ وجود داره. فقط کافی است که تنظیماتش فعال بکنین. پس این ویدیو را از دست ندین و تا آخر تماشا کنین، شاید شما هم اشتباه استفاده نشین. خب دوستا، برای فعال کردن قبله نما در گوش های سامسونگتان وارد تنظیمات شوین. در اینجا در قسمت صفحه نمایش پنل ها را روشن بکنین. بعد از اینکه روشن کردین واردش شوین و در اینجا در قسمت ابزارها را فعال بکنین. در اینجا شما میبینین وقتی ما از اینجا این طرف کش کنم این چیزا رو میبینین، موارد اخیر، برنامه هایی که اخیر باز کردیم. بله دوستا، در اینجا میبینین که قبله نما به صورت پیشفرض در گوشی ما باز شده بدون از اینکه من اینترنت داشته باشم. به صورت آفلاین مکان من خاموش است. ما تونستیم قبله نما رو پیدا بکنم. از کجا بفهمین که قبله کدام طرف است؟ دوستا، قبله در مناطق افغانستان به صورت کامل در 240 درجه تا 244 درجه یا 237 درجه تا 248 درجه قبله است و این درجه تا تمام نقاط افغانستان صدق میکنه، از کابل گرفته تا هرات و دایکندی و تمام ولایات. اگر به هر دلیلی نتونستین که از این قبله نما استفاده بکنین، میتونین که از برنامه قبله فایندر استفاده بکنین. این برنامه را میتونین از پلی استور دانلود بکنین و طریقه استفادهش هم خیلی راحت است. یه بود از ویدیو امروز ما. امیدوار هستم از ویدیو خوشتان آمده باشه. حتما ویدیو رو لایک بکنین و با دوستایتان هم به اشتراک بگذارین. برای دیدن ویدیوهای بیشتر چینل ما رو فالو بکنین. تا ویدیوی بعدی، بدرود و الله حافظ.